ما در روایت میخونیم که دست 4 کس بوسه کردن ادب. یکی پادشاه اسلام دست بوسه کردن ادب. بعضی مستحب گفتن، مستحب حکم ادب داره. یکی استاد علم که تر علم خواند، قرآن خواند، تعلیم داد، استاد کسب، استاد علم. یکی پدر، یکی مادر، 4 تا شد. یکی پای کی رو بوسه کردن در کار؟ پای حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم ممنوع است، ممکن نیست. پای استاد ممکن نیست، پای پادشاه ممکن نیست. لیکن کفی پای مادر و پدر بوسه کردن این بهترین ادب هاست. هر کی کفی پای مادر بوسه میکند یا کی کفی پای پدر بوسه میکند، والله سنجرای در جنت بوسه کرده است. سنجرای در خون کعبه را بوسه کرده است. در روایت ها میخوانیم یک انسان هیچ کار نکند بیا روی پدرش رو تماشا کند، امیخواد بشینه نیم ساعت چهره مادر یا پدرم که تماشا کرده بشیند، والله گویا که نماز نافله خوانده باشد. من در کتاب وصیت‌نامه پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خواندم که دوست داشته ترین بنده خدا بنده است که این دعا را میخواند: ربی اینی ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. میخواستم این را پرتر بر من میفهموندید. با احترام یکی از مخلصان اشدی شما استاد عزیز. این دعای هست که معناش چنین است که پروردگارا من بر نفس خودم ظلم کردم و به جز ذات تو دیگر هیچ کس گناه مرا بخشیدن نمیتواند. خدای گناه مرا ببخش. این بهترین دعاست. اگر کدام ما و شما خداوند میگوید من دعا را دوست میدارم، وقتی همین بنده دستش پهن میکند من دوست میدارم. از شما سوال کردنیم که آیا پولی که در فوتبال یا والیبال مانده می شود حلال است یا حرام؟ و پررگی با سوال ما جواب دهید. هر چیزی که اگر پولکی شد او قمار می شود و حرام است. هر چیزی که نباشد، هر بازی ده که اگر پول ماندن او علاکه او بازی، اگر چند نزد بازی ها همش نزد مذهب ابو حنیفه مکروه تحریمی اند. یکی وقتی پول مانده شد او علاکه ای میسیر، یعنی از قمار حساب می شود. او علاکه پول قمار می شود، او حتمی حرام است. وقتی پولی که به شرط میمانین، شرط میکنی که اگر این گروه بالای این گروه غلبه آید، مثال من 100 سامانی میدهم، انا همون 100 سامانی حرام است.